بسم الله الرحمن الرحیم. همه شما بینندگان عزیز را به چنل یوتیوب تکنولوژی برق خوش آمدید میگوییم. در این درس ما راجع به اساسات برق صحبت میکنیم که کدام موارد شامل اساسات برق است و یک سه یادآور شوم که همه موارد ما بسیار خلاص، واضح و عامفهم به شما تشریح و توضیح می‌نماییم. گرچند در کتاب و چپترهای گپا هم این موارد تشریح کرده، خب زیاد چیز جالب نیست، ولی در این ویدیو ما کوشش میکنیم که ما حد اکثر تلاش کوشش خود به خرج بدیم تا مطالب به صورت فشرده، واضح و عامفهم تشریح کنیم تا هیچ موردی برای کسی گنگ نمانه و همون واضح و عامفهم تا همگی راجع به اینا معلومات مفید و مؤثر را به دست بیاره. مواردی شامل درس ماست چند مورد سوال که تعریف مفاهیم اساسی برق است، بعدش قانون اوم است، انواع جریان برق است، مفهوم ولتاژ است، مفهوم دوره برقی است، معادلات اساسی در برق است، دوره های برقی مسلسل، موازی و مختلط است که ما همه اینا را به صورت فشرده، خلاص و واضح برای شما تشریح و توضیح می‌نماییم. در قدم نخست ما راجع به بار برقی صحبت میکنیم که بار برقی چی است. اولین بار یک فیلسوف و دانشمند یونان باستان به نام تالس در نوشته ها و یادداشت خود راجع به بار برقی بعضی توضیحات را ارائه کرد. این دانشمند به اثر تجربه‌ای که انجام داد در اثر مالش کهربا با پارچه ابریشمی گفت یک نیروی به وجود میاد که باعث میشه اشیای سبک به طرف خود جذب کنه و به اساس تجربه این ثابت کرد که نه تنها کهربا بلکه پارچه ابریشمی را هم بعد از مالش هرگاه به کدام اشیای سبک نزدیک کنیم آن اشیای سبک رو به طرف خود جذب میکنه. خب این یک نیروی است که با یکدیگر به تماس نیست ولی باعث میشه که اشیا رو به طرف خود جذب کنه. اینا با یکدیگر به تماس نداره ولی یک نیروی است که اشیا رو به طرف خود جذب میکنه. تا بعد از اینکه تالس تجارب انجام داد و نوشته های خود نوشت، بعد از این مسئله همیت ثابت باقی ماند. دیگر دانشمندی در این بخش کار نکرد که این موضوع ده تجارب بیشتر انجام میده، کارهای بیشتر کنه تا معلوماتی در مورد بار برقی را پیدا کنه تا اینکه میرسه در قرن 16 و 17. در قرن 16 و 17 فیزیکدان انگلیسی به نام ویلیام گیلبرت، این آدم بعد از مطالعه نوشته های تالس این آدم بازم در این بخش کار کرد، مطالعه کرد، تجارب جدید انجام داد. این آدم فیزیکدان انگلیسی به اثر تجربه خوب به این نتیجه رسید که نظر تالس تایید کرد و گفت که هرگاه کهربا با پارچه ابریشمی مالش داده شد و اینا چارجدار میشه و باعث میشه که اشیای سبک به طرف خود جذب کنه. خب یک مورد اضافه کرد و همی بود که گفت که علاوه بر کهربا سنگ های بلور و سنگ های قیمتی و نیم قیمتی که گوناگون نیز مورد تجربه قرار داد. تالس تنها کهربا را مورد تجربه و آزمایش قرار داده بود ولی فیزیکدان انگلیسی به علاوه کهربا سنگ های بلوری و سنگ های قیمتی و نیم قیمتی را هم مورد آزمایش قرار داد.
همچنین چندین فلز نیز امتحان کرد، هم سنگ‌های بلوری، هم سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی و همچنین چندین نوع فلز امتحان کرد. این دریافت که برخلاف کانه ها فلزات هرگز نیرو را بروز نمیدهند. چون بالای فلزات هم این تجربه را انجام داد و به این نتیجه رسید که فلزات چنین خاصیت از خود نداره، کهربا داره ولی فلزات نداره. خب بازم توضیحات داد، گفت که هرگاه یک قطعه کهربای چارجدار با پارچه ابریشمی مالیش داده شود، اینا یک اشیای سبک جذب میکنه، این سه است. اما یک قطعه کهربا باردار یا چارجدار یک قطعه کهربای دیگر را دفع میکنه، چون این هر دویش مشابه است. و همچنان دو تیکه پارچه ابریشمی که دارای عین چارج باشه، اینا هم همدیگر را دفع میکنه. پس از اینجا به این نتیجه میرسیم که چارج های مشابه همدیگر را دفع کنه و چارج های مختلف نوع همدیگر را جذب کنه، که ویلیام گیلبرت این را به اساس تجربه برای ما و شما ثابت کرد، تشریح کرد و توضیح داد که چنین چیزی در علم فیزیک و در بخش برق وجود داره. بعد از ویلیام گیلبرت، فیزیکدان و سیاستمدار آلمانی به نام بنجامین فرانکلین بازم یک تجربه انجام داد. این بنجامین فرانکلین یک بطری لیدن ساخت که شما شکل از بطری را در اینجا میبینین. یک بطری بسیار ساده بوده که در مراحل اولیه و ابتداییش بوده. خب این بطری شیشه‌ای چی کار میکرد؟ این بطری شیشه‌ای به وسیله دو ورقه فلزی، یک آنها داخل و یک آن در بیرون شیشه قرار داشت، میتواند نیروی برقی را بزرگی را بین ورقه ایجاد کنه. خب فرانکلین نمیت یک بطری بسیار ساده و ابتدایی توسط شیشه ساخت. این توانست توسط از این بطری خو همین بارهای برقی را جمع آوری کنه. این بطری یک بطری شیشه‌ای بود که به وسیله دو ورقه فلزی، یکی داخلش و یکم بیرون شیشه قرار داشت. این به اساس تجربه و با آزمایش به این نتیجه رسید که این میتونه یک نیروی برقی بزرگ را بین ورقه چکنه ایجاد کنه. توسط از این بطری لیدن خو امی موضوع را به اثبات رسن. همچنان فرانکلین معتقد بود با فرض این که یکی از دو نوع بار به حرکت باقی میماند و نوع دیگر از یک قطعه ورقه به سمت ورقه دیگر جریان می‌یابد، میتواند عملکرد این بطری را برای ایجاد نیروی برقی توضیح بده. خب این تجربهش بود که آدم انجام داد. و همچنان یک پیشنهاد دیگر را در بخش علم فیزیک و برق ارائه کرد. گفت که هرگاه بارها متحرک باشه آن را مثبت و کمبود آن را منفی نامید. و یک پیشنهاد بود که در علم فیزیک و در بخش برقی آدم ارائه کرده بود. میگفتن که همون قسمت آن بخش که اضافه بار باشد و بارهای متحرک وجود داشته باشه، همین بارهای متحرک به نام مثبت نامگذاری کرد و کمبود آن را، یعنی جایی که بار وجود نداشت آن را منفی نامگذاری کرد. خب یادم هیچ روش را برای تعیین علامت بار متحرک نداشت و حدس فرانکلین در مورد بارها اشتباه بود. این نظر از در مورد نامگذاری اشتباه بود، ولی فعلا به احترام این دانشمند همین نامگذاری تا فعلا باقی مانده، به خاطر که بار مثبت در برگیرنده پروتون ها در مرکز اتم قرار داره و بدون حرکت، و بار منفی امو الکترون های که الکترون ها در اطراف هسته در گردش.
خب مشاهدات خاصی که درباره نیروی برقی به دست آمده. خب ما در اسلاید قبلی گفتم که فرانکلین با در نظر داشته تجارب و کارهایی که قبلا دانشمندان دیگری ویلیام گیلبرت و تالس انجام داده بود، این آدم تجارب بیشتر انجام داد و نتایج خوبتر و بهتر را در قسمت بار برقی به دست آورد. خب مشاهدات خاصی که بعد از تجارب فرانکلین به دست آمد شامل موارد زیره: یک، این نیرو بدون تماس فیزیکی به این دو جسم اعمال میشه. اولین موردش است که میگه که این نیرو بدون تماس فیزیکی به این دو جسم اعمال میشه، به این معنا که وقتی که ما کهربا را با یک پارچه ابریشمی مالش میتیم، بعد از او کهربا را به اشیای سبک مثل کاه یا اشیای سبک در نزدیک میکنیم، این یعنی اشیای سبک به طرف خود جذب میکنه. این اینجا این کهربا و اجسام فیزیکی با هم دیگر تماس نداره، این هیچ تماس فیزیکی نداره. این وقتی که نزدیک میکنیم یک فاصله بینش میمانه و این یک فاصله که میمانه کهربا اشیای سبک به طرف خود جذب میکنه، یعنی کهربا و اشیای سبک هیچ تماس فیزیکی نداره. و همچنان پارچه ابریشمی هم، چون پارچه ابریشمی هم چارجدار شده، پارچه ابریشمی که چارجدار شده، این پارچه ابریشمی رو هرگاه نزدیک به اجسام سبک کنیم، بازم پارچه ابریشمی اشیای سبک به طرف خود جذب میکنه. که اینجا باز میبینیم که بین پارچه ابریشمی و اشیای سبک کدام تماس وجود نداره. در نتیجه میفهمیم که این یک نیروی است که بدون تماس فیزیکی بین دو جسم اعمال میشه. خب مورد دوم، میگه که این نیرویی که بین دو جسم به وجود میتونه یا جاذبه باشه یا دافعه. این حال ما اینجا صحبت میکنیم که چی وقت این نیروها با هم دیگه به جاذبه بوده میتونه و چی وقت دافعه بوده میتونه. هرگاه دو جسمی که به هم کنش دارد یا عکس العمل دارد، حامل بارم باشد، اگر حامل بارهای مشابه باشد، نیرو بین آنها دافعه. به عنوان مثال ما وقت در ویلیام گیلبرت در اثر تجربه خوبی به این نتیجه رسیده بود که ما وقتی کهربا رو با پارچه ابریشمی مالش میدیم، کهربا چارجدار میشه، باردار میشه و اشیای سبک به طرف خود جذب میکنه. هرگاه دو تا کهربا رو به هم دیگه نزدیک کنی، اینا اگر حامل بارهای مشابه باشه هم از یکدیگر را دفع میکنه. و همون قسم پارچه ابریشمی، اگر پارچه ابریشمی هر دوش دارای عین بار باشه، یعنی بارهای مشابه باشه، یکدیگر را دفع میکنه. یعنی این یک نیروی دافعه بینش به وجود میاد. یک نیروی چیه؟ نیروی دافعه. بارهای مشابه همدیگر را دفع میکنه. اما اگر بارها غیر مشابه باشه، این نیرو جاذبه، یعنی همدیگر را جذب میکنه. نیروی جاذبه به این معنا که هرگاه پارچه ابریشمی را به یک اشیای سبک نزدیک میکنی، میبینی که اشیای سبک به طرف خود جذب میکنه، یعنی یک اشیای سبک به طرف خود جذب میکنه. اینجا نیروی دافعه. و هرگاه کهربا را با پارچه ابریشمی به هم دیگر مالش میدیم، در نتیجه اگر بین کهربا و پارچه ابریشمی بارهای غیر مشابهی به وجود بیاد، این هر دو همدیگر را جذب میکنه و مثلا کهربا با کهربا را دفع میکنه و کهربا پارچه ابریشمی چی میکنه؟ جذب میکنه. اگر بارها مشابه باشه. اگر بارها مختلف و نوع باشه، این دافعه است، این همدیگر را دفع میکنه. این واکنش به ترتیب به نام دافعه و جاذبه الکتروستاتیکی مربوطه. پس این نیروی جاذبه و دافعه هم به نام نیروهای الکتروستاتیکی یاد میشه. مورد سوم اینه که همه اجسام تحت نیرو قرار نمیگیره. به عنوان مثال ویلیام گیلبرت تجربه خود به علاوه کهربا
بالای اشیاء فلزی هم انجام داد. دیدن که اشیاء فلزی چنین چیزی عکس العمل از خود نشان نمیده. پس این نیرو همه اجسام در همه اجسام وجود نمیده، همه اجسام تحت شعاع قرار نمیده. خب اندازه این نیرو با افزایش فاصله بین اجسام به صورت کاهش می‌یابد. یعنی هر قدر فاصله بین جسم چارجدار و اشیاء دیگه بیشتر شود، یعنی این نیرو کم میشه، و هر قدر نزدیک شود این نیرو زیاد میشه. و اما قسم دو کهربای چارجدار هرگاه به هم نزدیک کنیم، یعنی قوه کشش زیاد است. هرگاه فاصلهش زیاد شود این نیرو کاهش پیدا میکنه، این نیرو اتومات کم میشه. مورد پنجم، به طور دقیق تر اگر ما صحبت کنیم به اساس ما رابطه ریاضیکی که وجود داره ما تشریح کنیم، به این معنی که گفته میتونیم که اگر مجذور فاصله بین دو جسم باردار افزایش شود، اندازه این نیرو کاهش می‌یابد. یعنی مجذور فاصله، یعنی جذر فاصله بین دو جسم باردار اگر زیاد شود، اضافه شود، اندازه نیرو کاهش پیدا می‌کند. پس اندازه نیرو با فاصله رابطه غیر مستقیم داره. یعنی با افزایش فاصله این نیرو کم میشه و با کاهش فاصله این نیرو زیاد میشه یا افزایش پیدا میکنه. به عنوان مثال، هنگامی که فاصله بین دو جسم باردار دو برابر شود، اندازه نیرو بین آنها به حالت قبل است، به اندازه 1/4 کاهش می‌یابد. خب همون مثال است که اثبات میکنه که این نیروی جاذبه با فاصله رابطه غیر مستقیم داره. یعنی با افزایش نیرو، با افزایش فاصله این نیرو کاهش پیدا میکنه، با کاهش فاصله این نیروها افزایش پیدا میکنه. اندازه نیرو بین آنها نسبت به حالت قبل به اندازه 1/4 کاهش پیدا میکنه. همچنین محیطی که اجسام باردار در آن قرار دارد نیز میتواند به اندازه این نیرو تاثیر بگذارد. موضوع بعدی که ما سرش صحبت میکنیم ولتاژ یا تفاوت پتانسیل یا تفاوت پتانسیل برقی است که همهش یک چیز است. هرگاه شما کدام جایی دیدن که نوشته است که ولتاژ یا تفاوت پتانسیل یا تفاوت پتانسیل برقی، اینا همهش یک چیز است، تفاوتی با هم نداره، یا به اصطلاح انگلیسی میشه ولتاژ. این چی است؟ ولتاژ چی است؟ عبارتند از کار لازم برای جابجا کردن واحدبار برقی از یک نقطه به نقطه دیگر است. خب این حالا توضیح میکنیم. ولتاژ چیه؟ ولتاژ عبارت از کار لازم برای جابجا کردن واحدبار برقی از یک نقطه به نقطه دیگر. یعنی یک واحدبار برقی را از یک نقطه به نقطه دیگر جابجا کنه، اونمو ولتاژ است. اونمو ولتاژ توزیع میکنه، ولتاژ توزیع میده. واحدش هم به ولت است که به ولت اندازه گیری میشه، یا با زبان ساده تر گفته میتونیم که اختلاف پتانسیل باعث برقراری جریان برقی میشه. چی میشه؟ اختلاف پتانسیل یا تفاوت پتانسیل برقی باعث برقراری جریان در یک مدار برقی یا در یک دوره برقی میشه. 1 ولت اختلاف پتانسیل برقی معادل 1 آمپر جریان است که منجر به مصرف شدن 1 وات توان بین دو نقطه میشه. پس 1 ولت چقدر است؟ اختلاف پتانسیل است که معادل 1 آمپر جریان است که منجر به مصرف شدن 1 وات توان بین دو نقطه حادثه میشه. 1 ولت اختلاف پتانسیل است که 1 جول انرژی مربوطه بار یک کلنی را بین دو نقطه منتقل نه، که او را ولت مساوی به جول بر کلن که مساوی به وات بر امپیر. ولتاژ به حسب ولت و انرژی به حسب جول بار